برادر عزیز، همین در طرف ما نام‌های عبدالرحمن و عبدالملک است. هیچ کس همین نام رو پورا نمیگیرد، اما ملک رحمان تفر میگه. آیا اینها گناهکار میشن یا نه؟ بله، باید نام رو چه خیلی که گذاشته همین خیلی گذاشته شد خودش هم انکار کند. نامی من عبدالرحمن است کد. رحمان ماندن درست نیست، برای که رحمان الله است. ملیک میلش ملیکش اگر ملیک گوید گناه نیست، چون که الله تعالی و کان وراءهم ملیک یأخذ کل سفینه غصبا، در قفای آنها یک ملیکی بود. ملیک یعنی شاه. یک شاهی بود که یعنی کشتی های کمبغلا را، کشتی های درست را غصبا کشیده می گرفت. گفت در سوره کهف، یعنی ملیک نامید. بعضی نام های الله تعالی هست که اون نام های به مخلوق ها ماندن ممکن است، مانند کریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم پسری کریم پسری کریم پسری کریم. مراد یوسف پسری یعقوب پسری اسحاق پسری ابراهیم علیه السلام، 4 پیغمبر. یوسف یعنی کریم، پسری یعقوب یعنی کریم، پسری اسحاق کریم، پسری ابراهیم کریم. مخلوق ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم کریم و الله تعالی کریم هست. اینچنین حکیم، الله تعالی حکیم است. بعضی آدم‌ها هم حکیم گفتن ممکن است، لیکن الله، رحمان، مهیمن، بعضی نام‌ها خالق، خلاق، یا که این نام‌ها رو به مخلوق‌ها اطلاق کردن درست نیست مگر هم با کلمه عبد. با اون آدم مادامی که نامش عبدالملک هست یا عبدالرحمن است، باید بگه که برادر عزیز نام من عبدالملک است یا عبدالرحمن است. اجازه ندهد که آدم‌ها نامش نادرست تلفظ. بله این نام‌ها بهترین نام‌ها هست، عبدالرحمن، عبدالملک. بله.